همین شما این چیز رو بچارین، همین دوشنبه روزا اگر آمریکای اوضاع اقتصادی که خراب بود تا 2 بانک افلاس کتا، اگر دوشنبه روزا تمام سهام آمریکای توکا جالا و این تاثیر کنه تمام دنیا. دوشنبه روزا شما بچارین اورا چی بزکی کسی دنیا شبیه بلوچستان شدی یا تا عراق شدی یا تا چه کار تاثیر بود و بله تاثیراتی که تاثیر دلاریه بچار ما گوش بدال 2 بانک ورشکستی شبیه آمریکا و این قدرت و اقتصادی زنکه روسی و 2 بانک هم روسی نیست. مطلب میشه که اینشان همچو پول به اصطلاح وام دادگان که پولی که دهگه فقط کامپیوتر توکا هسته، فقط لکن دیا وام دیا شرکتان کمپانیان ایشی پشتوانه پولی که دهگه ایشی پشتوانه نیست. پشتوانه یعنی طلا باید ببین ماتریا ساده جوست کن یه استکانه خوب آب لبریز بی پر بی رندا تو هرچی آب بریچ بسری چا پر رو هرچی گشته و نداری سرریز بی هرچی تیمان کر سرریز بی رو هرچی ما همه یه را همچو گرفتار مشکلات که لیوان پر بوده از مشکلات سرریزه تو چه سر آگه هرچی هنو بری چی سرریز بوده تمام انده جای نمانده ما اتفاق توی گناه به هر حال چکار که دنیای اقتصادی هسته که دنیای اقتصاد بانک جهانی ورشکست کن نظام بانک آمریکا ورشکست کن یه را وعدان مردم گرفتار بودی یه دانه یه چویده مسالت ها جنه یعنی آمریکا تو گوش دادن تو به هر حال من بگوشم به تو نسمزی من چه کنم آمریکا دلار چاپ کتا بچار وجلی بانکان هم بچار این شرکتان کمپانیان برحالی بانکایی که هسته بانک مرکزی ها اجازه گیرن تقریبا هر بانکی ها 20% اجازه دهن که مردم ها وام بدهن هزار همین کامپیوتر توکا گوشی مثلا تو چیکالوتی مثلا 20 میلیون دلار تو را ایشه وام دهن یه شرکتیه و این پولی که او در دقیقه ایشه پشتیوانه نیسته. پشتیوانه پول لازم یا طلا ببی یا دلار ببی. دلار بی نیسته در اصل فقط کامپیوتر تو که لکت بیاره که مثلا من تریده جوسته کنم شبیه حالا این یک بلگم خلاص ببین ماتریه های تو ویل های سرگونه ماتریه جوست کنم رضا شاه چی چون پادشاهی چوکه نه رضا شاه جن 20 سال چه کنم 20 سال و تورم و بیماریان و مفلسین اقتصادی که رضا شاه تحویل کشور کل نقدینگی 430,000 نقدینگی 15 سال اما 15 سال 430,000 نقدینگی کل نقدینگی که وجودی ها 430,000 همه جمهوری اسلامی لامصب چی چون نقدینگی یاد بدون پشتوانه یه تورم چه کجا یادگن من بگوشم که تورم ریشه بگوشم کجا چی پیدا بیاره گوش نداری من چه کنم دیگه این پول بدون پشتوانه چاپ کنگ بی پیسرا پولا کاغذی چاپ کنگن دادگن در نام به خاطری که این هرچی پیدا بی یعنی پول اگر پشتیوانه نبی چاپ بی اورا این پول تورم کاری تورمی تو ادای دفاعچیه دادگاه توش من یه خودکاریه چند سالی که این نخست وزیر بوده وش 2 قران من داشت نه برز نه یه جا اما 2 قران داشت بوده چی بشن یه حکومت نه که یه حکومت فساد فل ارزشی که هیچ گونه حساب کتابی نیستی تو چه انتظاری هسته و دنیا میلیارد صبح اگر من روغن بسوچانم ایلا تو دوباره نسم نگاه من چه کنم دیگه آمریکا و
باشه رو بابا دورانی که شاه دهه 57 جنگ جهانی تمام بود و سرمایه شکوفایی توکا بود جریان ترومن تزای ترومن که به هر حال مارشال چیز کشا اشیا همین انقلاب سفیدار ندارم قیمت نفس گران بود زمان هویدا در اصل یک دوران شکوفایی سرمایه است. الان بحران انباشت سرمایه هسته، یعنی سرمایه دیگه همچون تولید کتا دیگه هیچ بها نمیگن، یعنی تولید ماشین های تولیدی کننده ای که تولید کنه ایشان به قدری انباش کتگان که این تولید نکنه دیگه نبیگه، چون چه نرخ سود جال کپتا. یک دومی همچو پول چاپ کتگان وام دادگان که مروچی 31 تریلیون دلار آمریکایی قرض هسته، قرضی که بودجه یعنی کمه که چینا چی دولتی چیز گرفتگان این کاغذ های اوراقدار چینا گرفتگان در اصل دلار را دادن چینا کاغذ گرفتگان یعنی قرض گرفتگان. این قرض پشتیبانه نیست این پولانا. وقتی پشتیبانه نبی پشتیبانه پول اول طلا بودا بعد ایشی کورتن دلار. این دلار انو جال کپاگایه علارمی که مختلف کشوران وابسته کشوران دوکا مثل جال بورس بی ولی خود آمریکایی جال کپاگایه. بنابراین لطی ملکان مثل امپریالیستان رقیب در اصل چین و روسیه گوش دارم ما دلار قبول نداریم، ما باتی پولا چیز کنیم. یعنی حالتی که دنیای توکا هست یک حالت بحرانی، قبول دلار قبول نکنه و این بحران صرف بحرانی نیست که آمریکای توکا ببی یا اروپای توکا ببی. این چون مثل شبکه‌ای که یک تور شبکه را تو بسنج این را کشید تو را چیز کن تاثیر کن و این اگر مروچی ایران توکا هم جو بحران است، بنگلادش ها سریلانکا یا نظرم اقتصادهایی که وابسته هم این بحران ها درای ایدرچی ریشه ایرونده یعنی امپریالیستی در اصل مناسبات توکا هسته. بنابراین یکدیگر را فرق ایشان یکدیگر را مربوطن. این چون نیست که فقط رژیم جمهوری اسلامی فساد کنه، فساد در اصل درست بخشی فساد کنه در جامعه به اصطلاح جمهوری اسلامی، ولی اساس بحرانیه که هم بحران انباشته هم بحران پول به اصطلاح بدون پشتیبانه است که باد کتا وقتی تمکی چه بحرانه فقط ایران گرفته و آمریکا گرفته و حفظه عرب بهتر زندگی کنه بهترین تجملات تو برو بهتری زندگی کن حالا گوشان شبیر بس تیاد فایده نیست بیتن نه؟ وجه فایده نیستی برای اینکه اصلا هرچی گوشی نه سار عرب جنت ها که آمد جنت و با بروز بدبه بوده ایدان جنت بوده جنت تذکرش جو شبید نیده سرزمین تا وای وای تجملاتی مروچی ایران چین روس همین خلیج فارس دارن خلیج فارس گوشم عمان گوشم دقیقا مکرانم هم منور نظامی دقیقا چیا همین ملکان دانمارک و سوئد توکا مردم جنگ واسه تیار کنه اخباران توکا اماراتی ها پهباد تاکسیش پهباد سوار من چکر تا نگه داشته ما چه اماراتی ها کنتر تمام مغازه های چیز رب بودا تمام مغازه هایی که به اصطلاح مواد غذایی
گوشان وطیه تیار کنید، ذخیره کنید که ممکن است که چیز نبی، غذا نبی. چه جهانی سوام همیشه واجه اعلان کشه همیشه البته دپدوه که بلدی چه شما خبریه تا بشوید؟ چی گوه جان؟ وشو شون پالیه شومی خبر کنه دپدوه که بلدی بله ما شومی عبر کنم با باقیتا گوشم چاول بزوری و چاول دیگر ما تو ریزی سوروب میری رو از کم همی دو سالی که کهتی 2023 2024 2025 حالت همچو خراب بی که تو لازم بیای بگوشی ما اشتباه کتا شبه لازم بگوشی و الا تو رو ول نکنم. ابرو ما اول گیا برشویره نشتن ربطیتون دانا بله اگر واز همه پیما مشوی مولکا ادامه پیدا بکنتین 1 سال دیگه هیچ کس سوهرک شام وارد نکنتین من شکاو نه مولک نه آلیش ساجی اور منطقه جاگ جهانی سوم بیوشی باید آی من نشتن بله مشوی روزان شهر نه مولک اوزا ودا گیتا ما باید گلاس پور چا دیگه هرچی مشکلات بپسر بچه هیچ دیگه مردم ها گرفتار مردم گرفتارن دارونی گرانی چه مردمانی توانایی خارجی آک ملک دوکان شرطر زانه ای چیزا بده خدا بکن که یه واز تمام ببی یه پیما گدامه ببی خب روز گشتر بی پریشانی گشتر بی در نتیجه ناامنی گشتر بی مردم و تلوگان توکا امنیت نبی دوزی بازی بی قتل بازی بی کره شمالی بی آفرین هستم جان برافو درآمد بشه شد که بیای مردم هیچ چیز پروا نکنن. داره چوب دوزی کتاید مردم دوکا موکا مرد تحصیلدار نزانه چه یا چه هاشی نامی پوست دیرو من دی وشو چی رو شرطه گرگ بوده همین سالی که یک کسی گوشم شما را همین سالی که امریکا عرام حمله کن ستاما به اصلاح آتی بی ما کراچی بودگو پدا ما یه سنگت کشتی برین کمو ورق مرق گیرین چون که اوضاع ممکن است جنگ جهانی بیتی یعنی همچو تحلیل کو مای سنگت انگو توشی نبیتی نه گوشی چو بیتی اونا ما را به اصطلاح چیز کو که ما بریم کمو برنج و نداره این چیزا را بذاریم که انبار کنیم که اگر جنگ بی بتوانیم وقتی به اصطلاح را بریم. حالا یک بلوچی بود مایی که را به اصطلاح مایی باز صمیمی سنگت بودا کندت کشی چی گوشه گه شما گوشتم که به منی سنگت هست مشتبه گوشه هم مشتبه هم تو گوشی که خندی گوشی با شما گانو که انده همین لیاری ها باز انبار است انبار برد اگر چیزی بی بالا یودا چی دوری نا چی شما روین پول نگه همچو امنوی همچو شما جد این صحیحه مردم اگر گوشتک بیان دیگه نه هیچ چیز نزانم به قول اسلام جان هیچ چیز نزانم روان دکانانا
همین سال 2008 بود چی بود مردم شد همین کالیفرنیا تو که مردم دورا دکان به اصطلاح دوتا مردم اگه گوشتک بیان تو روان این موازیان چیز کنن تارمار کنن که بیا بچن مردم چی هم توش حقیقتا و این آیگایه حقیقت کشتن این آیگایی روسان آیگای خطرناک همین وجه ما مردم ها گوشیم بابا هوشیار بین اگر سازماندهی اگر مایی که را نیایید و انقلاب تو که شرکت نکنید شما گیشتر وضع زندگی شما گیشتر خراب بید متاسفانه ولی متاسفانه این سیمایی گپانا گوش نداد متاسفانه